سلام دوستان، هیدر شاه هستم. حالتون چطوره؟ خیلی مخلصیم. آقا تو این ویدیو اومدیم که بریم کال آف دیوتی مپ بتل رویال. فقط لطفا یادتون نره قبل از دیدن این ویدیو خیلی خفن این ویدیو رو بیلاخ کنید، کامنت برام بذارید دیگه، روی دکمه سابسکرایب بی پدر و رو زنگوله بی پدر مادرش رو روی آل بتونید که همون رو ویدیو گوشم با خرشید بدونش معطلی. بزن بریم سراغ این ویدیوی خیلی خفن. Here we go. خب دوستان، برو بریم برای مپ بتل رویال. راستی دوستان، همین الان فهمیدم که آپدیت سیزن بعد کال آف دیوتی اومده. شاید بعد از این ویدیو یا فردا رفتم آپدیتش کردم کال آفمو که بهتمون زیاد بعد از ویدیو آپدیتش رو میزنم دیگه و یه خاطر ویدیوش هم براتون میزنم. حالا کجا بریم؟ بریم بلک مارکت. can land here. There might be some good supplies this way. یه دقیقه بایستی ببینم میرسم. آره میرسم. خیلی یا خدا چقدر پریه. آجی غلط کردم خدایی. فکر کنم قشنگ معلوم یه اسکواد کاملم. بخور راست بگی. آقا سریعتر برم اسلحه هرچی که هست بردارم بزنم سریعتر نفت منو بزنم. بردار ای بابا فرار کرد. اشکال نداره هرچی اسلحه آتاشقال بود داده من ای بلا این رو بردارم این از این بگیریم. صدا پا هست تصویر نیست، صدا هست تصویر نیه. آیا چه یا خود باز نه دیگه. حالم از این طلا ها به هم میخوره. چند دسته قبل با خودم این طلا ها باختم. اینو بردار. نه این بهتر اینو بردار. بس ببینم اون رو نگاه کن داره با خیلی فرار میکنه. فرار کرد. پلیر واته. آقا بریم دنبال سگا سگا میدن کجا بابای سبیل نکنم. تو اینجا چرا خوشی زدی؟ یا خدا یا بسله اینجا خالی من چهار نگم بود تو ببینید بدن دمی شما که سگ برو کنار. دسته درستانی درست حسابی ندارم. ای جون شاتگان بیا اینجا ببینم. ای شاتگان داره. ای بابا حاجی نه تو قرآن حاجی شاتگانم چقدر ضعیف شده. قدیما بهتر بود. نمی که شده ای خدا نه تیر دارم نه شیل دارم هیچی ندارم. شیل رو بکن. Enemy eliminated. حالا دو بار فکر کنم این بنده خدا رو زدم. خلاف کار کرد. اوه صدا بوم میاد. بس ببینم کجاست. بس ببینم همین دور اطراف کنم. بابا داداقه صدا نکن. من صدا پا میگیرم. پیدا شد. ای بابا
یا خدا هیچ تیرم بهش نخورد. بدبخت شدم، هیچ تیرم بهش نخورد. هیچ خواهید حالا دو بار تو کنم این بنده خدا رو کشت. شمارسته برداشتش. بله برم پیشش. وایسته ببین وایسته اینو سریع خوشم خوب. یه طبقه بالا شیده بکن. کله های بالا کار کرد. اینو نگاه، این داری چیکار میکنه؟ بریم بالا. اینو مصرف کردن. ای شانس. بخواد چیکار کنه؟ Trap deployed. چون میخوای اینجا تله گذاری کنه. اگه اینجوریه بذار من برم قایم شم. اینجا نه، آها اینجا خوبه، اینجا خوب. اینجوریه The airdrop is اصلا coming. خودش داره میره. کجا داره میره؟ بس برم دنبالش. باز این یه جا پشت زده ها. صدا پا از پشت. ای بابا باز این سگا رو از پان کردن ها. آقا از این سگا با هم میخوره. انا میاد بیرون. ای صدا پا. باید کم بالاتر دید داشته باشم. او خورد. ای والا. Airdrop has been delivered. Changing cover. ای والا. حاجی 10 نفر رو کشتم. بلک مارکت رو قشنگ شخ زدم. ما شخ اومد. فکر نکنم اینا تا حالا یک نفر رو کشته باشم. میاید بریم. زوم داره میاد ها. زوم داره بلک مارکت رو میگیره. ولی خیلی خوب بود. داره برف میباره سیاه. زمستون که میاد. هی بوده روشون گرمه باشون. که میاد. هی حاجی اینجا هم زدن. آقا به جنگ تموم نشد چیزا داره میزنن. حاجی اینجا چجوری؟ بسیدن کجاست؟ اون بالاست. نگاه حاجی نظر خیلی بد داره میزنی ناموسن. The airdrop is coming. یا از بغل گوشم رد شد. اینا رو نگاه کن. اینا رو نگاه اینجا قایم شم. آیش ببینم شیلد بدی. من هیچی ندارم. بایستید اینجا رو بیرم دورتون کنم بهتره. بگیر اینجا ها بگیر. نمیخواد. اونجا دومای شیلد باید بگیر. شما فعلا ببین آقای بات چینی هم بود. یعنی یه بات هم باید یه شیلدی چیزی داشته باشه. سگا رو نگاه کن. عزیز دلم بفرمایید اینجا گندش بزنم بابا. آجی شیلد جدید اینجا نیست. داخل این خونه بزرگه رو گشتم. اینجا هم که بره دیگه. زارت اینا رو نگاه کن تو رو خدا. The airdrop is coming. ببین به قرآن بری برداری ها. به قرآن مجید همینو به قرآن بیا همینو میدم تو سره. بابا اینجا هم که زارت پور نمیزنه.
Airdrop has been delivered. آجی برسونمت سونمت برسونمت سونمت برسونمت بیا تو رو برسون بیا برسونمت سونمت برسونمت سونمت برسونمت برو بریم The safe zone is collapsing. خیافه اینا نگاه بیا رسوندمت برو گم شو خب بزنم بابا اینجا که چوز پیدا نمیشه به قرآن توی مرکز خرید دیگه چیزی شیلد نباشه دیگه عجیبه بذار ببینم من چرا هرچی میرم اونجا رو شوق زده است لیک بود برحال بذار ببینم ای The والا airdrop is coming. باش از خدا یه چی دیگه میخواستم دیگه شیلدم جمع شد مثلا خونه ای ماشینی یا شاید دختر این چیز یعنی آره دیگه دارت اوه شماره 4 یه نفر زده بسید این تو مرکز خرید کسی نیست زون داره میاد حواسمون جرا نیست واجی زون جرا در بر نگرفته من درم اینا خواستم بمونم خواستن نمونم شماره 3 رو نگاه کنید من سوار ماشینم کردم بدبخت Airdrop has been delivered. الان یک تون برجن که بود 1 کیلو مفت گیرشون میومد تو این برجک هم حتی بود الان 1 کیلو مفتم داشت همینطور یه دونه شوکان 117 متیک تازه گلدش Airdrop there. نه گلد نه دایموند باش Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The airdrop is coming. وایس ببینم برم حداقل تانکر رو بردن دست خالی نرم که آجی چرا هر سری تانکر لبه های مرزی جای میذارن نگاه الان این قشنگ یه ذره اونورتر میره فقط میره پایین اوه حاجی تانکو داری؟ این اسکی تانکر از ایونت همکاری کال آف دیوتی با انیمه گرفته بودم یادتون اون ربات اومده بودن هی خاطره شده میبینید همه چی همه‌شون خاطره شدن الان البته من اون کلتشو گرفتم شما نیدم گرفتید یا نه که بگم که گرفتم تو اکانتم هست اما ازش استفاده نمی کنم اینجوری بهتون بگم خب چی بردارم اینجا نگاه آخه از اونجا میزنن مرد مومن آجی اینا خیلی ایمشون خوبه خدایی ناموسن ایم من در برابر اینا پشمکی هم نیست بردار ایوه راستی دوستان میخوام یه ویدیو بسازم که توی اون ویدیو به سوالات شما جواب بدم و بله دیگه اگه میخوای اون ویدیو رو بذارم اینو نگاه کن تو رو خدا اگه میخوای اون ویدیو رو بذارم تو کامنت ها برام بنویسی خواهان جواب دادن به سوالات ما و همینطور سوالاتی هم که دارین تو کامنت ها بنویسید دیگه من تو ویدیو بخونم دیگه و بله دیگه راستی ایده هم برای ویدیو بدید ایده های من خیلی داره کم میشه ای بابا تو رو قرآن فرار نکنید دیگه نمیرفت مرده بوده شیلدم رو دارم ای با این از این برمه هست سلام ببین درسته هر دومون دلغکی ولی فرق من اینه فرق من تو اینه که من دلغک یوتیوب هم تو دلغک آخرات ای بایستا ای بچه ها کن فرق من این بابا زارت بلشون بابا فرق من با اون اینه که من دلغک آپا یوتیوب هم اون دلغک کالاف
بخاطر اسکینامون دارم یا ها اسکین هر دومون دلقکه. شماره 4 چرا این داره میمیره؟ برام سواله. همونجا پلیر انقدر میزنه. بس اینم کسی دور اطرافش نیست که با دو دقیقه وایسا بدم بچینم بیام نجاتت بدم. آجی آخه کدوم خری میخواد تو این زوم بیاد دنبال این منتظر مقدمات فرنسخ باشه. کسی نیست؟ نیست بینم از ریک دمی ای نه تو بابا در رفت دیگه. شماره 3 بنده خدا بیاد بالا ریوه دیدم بسه شیدم پر کنم میگم کجا هستم صدا پا سلام وای یا خدا آجی خیلی تیراش بد ریجستر میشه یا با بوم نندازی دیگه. چرا این همه اینجا بوم میندازن؟ اون به قرآن یه بوم دیگه میریم با یا خدا بس خب شماره یک هم مرد بنازم. چرا همه دارم میمیرن برام سواله. آها شماره 4 هم مرد من بین کل اسکواد تنها. شماره 4 هم مرد من بین چندین اسکواد تنها. ای بلا مشتی هستی واقعا. حداقل برم انتقام شماره 4 رو بگیرم. بسیارم کی هست اصلا اینه این که عددی این عددی نیست ببین آجی شورتگانم خیلی ضعیف شده و قدیما خیلی بهتر بود. هرچی میزدم میخورد. صدا اومد این دیگه چیه یک کو بکشم از اون درخت کشی درم با بوم میندازه اینم. چرا همه دارم بوم میندازن سمت من؟ چند نفر به یه نفر پایستی یه نیدم من برای بمیزم زارت آقا بدشون دیگه این تیرایی که من بایستدم همین الان قرار بمیره. فقط یه دقیقه بایسته ببینم این دو رد چند نفر آدمه. ببین خب این وره که آدمی نیست اون ورا یه نفر که اونجاست یه نفر فکر کنم بود دیگه. ببینم شیلدو پر کن که ساده ایجا مدیق داره. بسم الله الرحمن الرحیم. رفیق عزیز شفیق منو آجی خیلی ناموسم بک میزنه. بسم الله چرا نمیره توف تو این بازی یعنی توف توش. چرا راه نمیره وای گیر کردم یه جا. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برای حمایت از من این ویدیو رو بیلاک کنید دیگه، یه کامنت مشتیواری برام بزنید و رو دکمه سابسکرایب بی پدر و رو زنگوله بی پدر مادرش رو روی حال بذارید که هر موقع ویدیو گذاشتم ازش باخبر بشید و بدونید این تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.